زمان که رفت ولی شمشیرهای جدیدی اضافه شده. شمشیر اول شمشیر انفجاریه، یعنی منفجر میکنه، همینطور که مشاهده میکنید. این شمشیر ضعیف نیست، پشت میاد به این نرده ها میخوره و قدرتش ضعیفتر میشه. بمیر دیگه سگ جون، بمیر. آفرین. خب شمشیر بعدی هم شمشیر هواییه، یعنی اونو هوا میفرسته و میکوبونه زمین، بعد میمیره. شمشیر بعدی هم شمشیر سنگیه، یعنی از زمین سنگ در میاره، یه بار یا 2 بار که بزنی 100% میمیره. شمشیر بعدی شمشیر طوفانه، یعنی اگه بزنی طوفان به وجود میاره. بمیر. شمشیر بعدی هم شمشیر اقیانوسه، همینطور که میبینید قشنگ رو هوا کشت. شمشیر بعدی هم شمشیر پورتاله، دیدین یه پورتال باز کرد و اونو محو کرد. شمشیر بعدی هم شمشیر بدبویه، یعنی بوی بدی از خودش تولید میده، همینطور که میبینید. شمشیر بعدی هم شمشیر رعد و برگه، دیدین رعد و برگ زد مرد. شمشیر بعدی هم شمشیر یخه، از زمین یخ در میاره، اونم مثل سنگ، یه بار یا 2 بار که بزنید میمیره. دقت کنید که همه شمشیرها رو اگه بزنید وانشات میشن.